چی دعا میکنی به نزد خدا؟ دعا میکنم همی که همی طفلا درس بخونه یا و دیگه؟ و دیگه همی که کارهای خشره و چیز نکنه. کارهای شاقه و خشته چیزا نکنه؟ بله. وجود ناامنی از یک طرف همچنان وضعیت اقتصادی بحرانی از طرف دیگه باعث شده که اطفال روی جاده ها در واقع مشغول کارهای بسیار شاقه باشه. شما میفهمید که هوا روز به روز به سرد شدن میگرایه و این کودکا در چنین یک وضعیت در واقع مصروف چی هستن؟ کار هستن. یکی از اجزای ما در اینجا است. بچه‌ش تو آمدی سرکود چی بالای ما کردی سنگ. خوب هستی؟ شکر. نامک چی است؟ عبیدالله. عبید جان اینجا کار میکنی؟ شاگرد هستی؟ روز چند میتد؟ 50 ساعت. 150 روپا. بازی مشکل خانه تان حل میشه؟ 50 روپا. یک ذره دیگه. چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 8 هستیم. 8 نفر. خودت کار میکنی؟ صرف چند مکتب هستی؟ 7 مکتب. 7. او ماشاءالله چندم نمره هستی؟ پارچه ما رو نداد. سرد است نه؟ حتما صبح وقت میای با کار کی جمع؟ چند بجه میای؟ همی 7 بجه 8 بجه میای. خب بسیار خوب. زمستان چیز گرفتین؟ چوب، زغال چیزه؟ دال نگرفتیم. نگرفتین؟ تصمیم دارین یا تواناییش ندارین چه قسم؟ تصمیم داریم خود تواناییش دیگه نیست. تواناییش نیست؟ نه. انشالله که بتانیم ما با شما و امثال شما کار کنیم انشالله. بعض اوقات که در بستر خواب میفتینی یا کتید میای طفلای را میبینی که همسن سال خودت مصروف و مشغولی کارا است، در ذهنت چی میگرده؟ چی میگی؟ در ذهنم یعنی چی دعا میکنی به نزد خدا؟ دعا میکنم همی که همی طفلا درس بخونه یا و دیگه؟ و دیگه همی که کارهای خشره و چیز نکنه. کارهای شاقه و خشته چیزا نکنه؟ بله. یگان وقت شده باشه که در دیجا هم کار کنی، هم هوا سرد باشه، هم گشنه شده باشه. بله. باز دو تا حالت چی میکنی؟ کار اعلا میکنی یا نان میخوری؟ نان میخورم دیگه. بسیار خوب. تشکر از خودت. دوستان عزیز، از شما تقاضا میکنیم در کامپاین زمستانی قمر شرکت کنین. لباس هایی که مازاد از استفاده تان است با ما تسلیم کنین و همچنین از طریق شماره واتساپ و اکانت بانکیمان بر اندازه که استطاعت و توانایی دارین در این امر خیر سهم بگیرین که خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. و مثل عبید عزیز خانواده‌های زیاد دیگه است که اطفال اینا در واقع مصروف کارهای شاقه روی جاده ها هستن. این کودکای عزیزی که فصل یا دوران تحصیلشان است. ممنون عبید جان. پر تشکر دیگه.